توی این ویدیو میخوام جای نقشه گنج رو بهت نشون بدم که تنها میتونی توی باشگاه بدنسازی پیداش کنی و اگه اونو پیدا کنی زندگیت زیر رو میشه. توی ادامه ویدیو من همراه باش تا بهت بگم اون نقشه گنج چیه. سلام علیکم، خیلی ارادتمندم. احوال شما خوبین؟ خدا رو شکر. مهدی هستم، به کانال موفقیت جو خیلی خوش اومدین. اگه باشگاه بدنسازی میری حتما این ویدیو رو تا آخر ببین و اگه به باشگاه بدنسازی نمیری این ویدیو رو تا آخر ببین، چون قراره یه کاری بکنم که باشگاه بدنسازی بری و توی اونجا نقشه گنج پیدا کنی و زندگیت رو زیر رو کنی. اگه تا الان به باشگاه بدنسازی نرفتی پیشنهاد میکنم 1-2 ماه آزمایشی این کار رو انجام بدی تا به اون نقشه گنجی که میگم برسی. دقت کنید، شما چرا میرید باشگاه بدنسازی؟ شما یه هدفی دارید و اون هدف تناسب اندام توی بدن شماست. بنابراین میرید توی باشگاه ثبت نام میکنید. وقتی که وارد باشگاه میشید یه سری دستگاه میبینید، یه سری وزنه مختلف میبینید که قراره با اونا به تناسب اندام برسید، اما کار کردن با اونا رو بلدید؟ اگه قبلا این کار رو انجام نداده باشید 100% بلد نیستید. چرا؟ چون این کار رو انجام ندادید. پس اول داشتن هدف بود که به شما کمک کرد تا وارد باشگاه بدنسازی بشی و با یه سری دستگاه روبرو شدی که تا الان استفاده کردن از اونها رو بلد نیستی. دومین قدم برای رسیدن به تناسب اندام توی باشگاه چیه؟ اینی که برنامه مشخص داشته باشی برای ورزش کردنت. این برنامه مشخص چطور به وجود میاد؟ شما برای خودت مشخص میکنی. به طور مثال طی زمانی که میخوای بذاری برای ورزش کردن، یکی میخواد 5 روز توی هفته بیاد، یکی میخواد 3 روز توی هفته بیاد. بنا به اون زمانی که قراره برای باشگاه بذاری یه برنامه ورزشی بهت میدن یا میتونی خودت تهیه بکنی و طبق اون برنامه شروع بکنی به ورزش کردن. چرا میگم یه برنامه کامل باید داشته باشی؟ چون وقتی که شما یه برنامه کامل داشته باشی میتونی با توجه به اون برنامه کل عضلات بدنت رو ورزیده بکنی و تمرین بکنی تا به تناسب اندام برسی. پس دومین قدم برای رسیدن به تناسب اندام این بود که برنامه ورزشی برای خودمون تهیه بکنیم که با توجه به اون برنامه بیایم تمام عضلات بدنمون رو ورزیده بکنیم و تمرین بدیم. بعد از اینکه این برنامه رو گرفتی توی اولین روز شروع به ورزش کردن میکنی. آیا توی اولین روز میتونی تمام ورزش هایی که توی طول هفته قرار انجام بدی رو انجام بدی؟ خیر، نمیتونی. چرا؟ چون بدنت کشش این رو نداره. حتی اگه طبق اون برنامه پیش بری، بعد از باشگاه وقتی به خونه بری، بعد از 1-2 ساعت بدنت یواش یواش شروع به درد میکنه. بعد از 1 هفته است که یواش یواش اون درد خنثی میشه و بدن تو شروع به عادت کردن میکنه به اینکه تو باشگاه میری و دیگه اون درد به سراغت نمیاد. پس بعد از شروع کردن به کاری که میخوای انجام بدی 100% یه دردی همراهته که اون درد میدونی از چی نشأت گرفته؟ از اینکه بدنت از حالت امنش اومده بیرون و داره یه تجربه جدید رو انجام میده و بعد از 1 هفته تمرین کردن اون درد یواش یواش خودش کم میشه. بعد از اینکه هفته اول گذشت شما یواش یواش متوجه میشی که باید حرکات رو به طور صحیح انجام بدی تا نه به خودت آسیب بزنی و هم فشار کافی رو به عضلات بیاری تا به تناسب اندام برسه. بنابراین چی کار میکنی؟ میری از مربی اون باشگاه یا کسی که تجربه داره توی اون زمینه سوال میکنی، میگی من این حرکت رو میخوام بزنم، چطور باید این حرکت رو بزنم تا فشار کافی بهم بیاد و نتیجه دلخواهم رو بگیرم. ببینید، بعد از اینکه شما برنامه رو به دست آوردین باید حرکت کردن صحیح رو یاد بگیرید. از چه کسایی؟ از کسی که توی اون حوزه کار کرده. برید و ازش یاد بگیرید که چطور توی اون حوزه باید کار بکنید. توی باشگاه بدنسازی میری از مربی خودت و کسایی که تجربه کافی رو دارن میپرسی تا حرکات صحیح رو یاد بگیری و در کمترین زمان بتونی بهترین تمرین رو داشته باشی و عضلاتت رو به اون چیزی که میخوای برسونی. بعد از گذشت 1-2 ماهه که یواش یواش متوجه میشی که داره توی بدنت یه سری تغییرات اتفاق میفته. عضلاتت دارن به طور کامل شکل میگیرن، بدنت داره شکل میگیره و چربی های اضافی توی بدنت یواش یواش دارن خشک میشن. اون موقع است که نتایج یواش یواش بهت نشون داده میشه و تو انگیزه بیشتری میگیری برای ادامه دادن به ورزشی که داری انجام میدی. توی طول این 1-2 ماه اول امکان داره توی باشگاه افراد مختلفی رو ببینی. افرادی رو ببینی که بدنهای ورزیده‌ای دارن. وقتی تو این افراد رو میبینی میتونی 2 جور تصمیم بگیری. 1، بگی من که بدنم به ورزیدگی اینا نیست، هر چقدرم تمرین کنم به ورزیدگی اینا نمیشم.
2 میتونی بگی چقدر بدن زیبایی داره و بری و ازش بپرسی که چطور به این بدن زیبا رسیده و تو هم توی اون مسیری قرار بگیری که اون فرد توی اون مسیر قرار گرفته. وقتی که شما برید بپرسید از اون فرد که چطور به اون بدنی که داره رسیده، 100% شک نکنید که اینطوری بهتون جواب میده. بعد از گذشت زمان و تمرینات متوالی و درست و رعایت کردن رژیم غذایی تونسته به بدن زیبا برسه. شما متوجه میشید علاوه بر اینکه باید برنامه صحیح داشته باشید، حرکات رو صحیح انجام بدید، باید یک رژیم غذایی مناسب هم داشته باشید و در کنار اینها باید یه کاری بکنید که سرعت رسیدن به اون بدنه بیشتر بشه. اون فرد بهتون چی میگه؟ میگه اگر بخوای سرعت رسیدن به عضلات بهتر برات بیشتر بشه، میتونی از مکمل‌ها استفاده کنی. پروتئین موجود توی رژیم غذاییت رو افزایش بدی. ببینید وقتی شما از اون فرد میپرسید که چطور به اون بدن رسیده و اون فرد به شما راهنمایی میکنه، شما باید متوجه بشین در کنار اینکه باید برنامه صحیح داشته باشید، حرکات رو درست انجام بدید و مشورت بگیرید از افراد متخصص توی اول راهتون، باید توی طول مسیر از افراد مختلف کمک بگیرید و توی طول مسیر امکان داره یه سری ویژگی ها سر راهتون قرار بگیره که سرعت رسیدن به هدفتون رو افزایش بده، مثل مکمل های غذایی توی باشگاه، و بتونید از اونها به نحوه صحیح استفاده کنید تا به رشدی که مد نظرتون هست برسید. و بعد از گذشت 6 ماه تا 1 ساله که یواش یواش همه متوجه میشن شما دارید باشگاه بدنسازی میرید. چرا؟ چون بدنتون خودش رو داره به همه نشون میده. دقیقاً رشد کردن و رسیدن به موفقیت توی هر زمینه‌ای که دارید فعالیت میکنید مثل موفقیت توی باشگاه بدنسازی میمونه. ببینید ما وقتی صحبت از نقشه گنج میکنیم به این معنیه که باشگاه بدنسازی به عینه به شما نشون میده که رشد و موفقیت توی هر زمینه، 1 نیازمند برنامه صحیح، 2 نیازمند حرکات صحیحه، 3 نیازمند اینه که مشورت بگیرین از افراد متخصص و کمک بگیرین از اونها برای رشد، و 4 استفاده درست از مکمل هایی که توی مسیر قراره بهتون برسه. وقتی شما توی مسیر یک کاری قرار میگیرین، یواش یواش اون نتایج به شما نشون داده میشه. بعد از گذشت 1-2 ماه میبینید بدنتون داره رو فرم میاد. بعد از اینکه بدنتون یواش یواش داره رو فرم میاد، اون فرد موفق رو میبینید، میگید چطور من به اون فرد موفق تبدیل بشم؟ این ازش میپرسید، میگه این یه سری کار رو انجام بدی سرعت رسیدن به هدفات بیشتر میشه. همون کار رو انجام میدی. اما اگه به باشگاه نیومده بودی و اون فرد رو نمیدیدی، آیا سرعت رسیدن به هدفات بیشتر میشد؟ وقتی تو توی مسیر قرار بگیری، یه سری نشونه ها بهت نشون داده میشه و خودتون نشونه ها رو میبینی و تو رو به اون سمت میبره که سرعت رشد توی کارت رو افزایش بدی. پس یادت باشه بعد از اینکه برنامه صحیح داشتی و حرکت توی مسیر صحیح قرار گرفت، از افراد دیگه باید کمک بگیری تا سرعت رشدت بیشتر بشه. و در آخر اینو یادت باشه که 6 ماه تا 1 سال الی 2 سال زمان میبره تا بدن تو یه جوری نشون بده که همه متوجه بشن تو به باشگاه بدنسازی میری. یعنی نتایجت به عینه مشخص بشه. شاید تو 1-2 ماه اول، 6 ماه اول، شاید 1 سال اول اون نتایج جوری نباشه که تو رو ارضا بکنه و فکر بکنی که تو پیشرفت نمیکنی. اما یادت باشه وقتی توی طول مسیر تلاشت رو مستمر بکنی و به استمرار خودت توی مسیر ادامه بدی، شک نکن نتایج پشت سر هم به سمتت میاد. و یادت باشه یک شب موفق شدن وجود داره، اما بعد از گذشت تمرینات مختلفه که یک شب نتایج خودشون رو نشون میدن. اگر تو تمرین نکنی برنامه صحیح نخواهی داشت. نمیتونی با افراد متخصص مشورت بکنی و از اونها کمک بگیری تا به هدفت برسی. همه اینها کنار هم قرار میگیرن و تمرینات تو با اینها یک شب تو رو به موفقیت میرسونه. امکان داره اون یک شب بعد از 1 سال باشه، بعد از 6 ماه باشه، یا بعد از 2 سال باشه. تو باید تلاش بکنی توی کاری که داری میکنی این مسیر رو ادامه بدی و سعی بکنی به اون چیزی که مد نظرت هست با توجه به اینها برسی. اینطوریه که باشگاه به ما نشون میده که چطور میتونیم توی هر کاری که داریم موفق بشیم و این مهمترین نتیجه ای است که شما از باشگاه بدنسازی میتونید بگیرید. پیشنهاد میکنم حتما اگه به باشگاه نمیرید به باشگاه برید و اگه به باشگاه میرید توی کامنت ها برام بنویسید که آیا این حرفا صحیح هست و بعد از چه مدته که شما نتیجه گرفتید توی کارهایی که دارید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و این ویدیو کمکتون بکنه و بدونید که قراره توی چه مسیری قرار بگیرید و چطور به چیزهایی که میخواید برسید و هیچ وقت توی مسیرتون جا نزنید. شاید نتایجی که اول به دست میاد خیلی کوچیک باشه، اما بعد از گذشت زمان و تمرینات شما و کارهایی که
توی مسیر انجام میدید و نشانه هایی که به سمت شما میاد برای نتایج بهتر، شک نکنید به خواسته هاتون میرسید. به امید روزی که دیگه هیچ فقیری توی دنیا نباشه و تمام افراد روی کره زمین بتونن توی صلح و آرامش کنار هم دیگه زندگی کنن. یا علی مدد، خدا نگهدارت.